صلی الله علیه وسلم روزی در کوچه های مکه میرفت، دید که یک مادر پیر سال خورده ای کیسه گندمی داره، نمیتونه بلند بکنه. بعد گفت ما در کمک لازم داریم. خیلی ممنون، من توش موندم واقعا. نمیشناخت اون رسول الله صلی الله علیه وسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خم شد، کیسه گندم گذاشت رو کولش، همراه همپای این مادر پیر سال خورده رفت در خونش. گفت پسرم همینجا بذار، خیلی ممنون. گفت نه، کسی که کاری شروع میکنه باید تمومش بکنه. تو کدوم انبار، تو کدوم اتاق بذارم؟ از بس که اصرار کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم گذاشت تو انبارش. بعد اجازه مرخصی گرفت و رفت. وقتی میخواست بره از خونه بیرون، اون مادر پیر صداش زد پسرم بیا اینجا. اسمش هم نمیفهمید کیه. گفت پسرم من دیدم که خیلی جوان خوبی، کسی تو این دور زمان چه به پیرا کمک نمیکنن، توجه نمیکنن، من تو رو نمیشناسم، پسر و نوه من هم نیستید، من میخوام یه پاداش رو به تو بدم، اما اون پاداش مادی نیست، معنویه، به خاطر این احسانی که به من کردی، این نیکی که به من کردی. تو میتونی گوشت به من بدی؟ گوشش داد به اون مادر. من میخوام در گوشت بگم پسرم تو خیلی دلپاکی، دلت ظریفه، وگرنه کمک یک پیرزن درمانده نمی کردید، خیلی مهربانید. چند سالی است که در مکه شخصی جادوگر و ساحر و مجنون دیوانه پیدا شده به اسم محمد، ادعای پیغمبری میکنه و بیشترم سر راه فقرا، برده ها و جوانای دلپاکی مثل شما ثبت میشه که منحرفتون بکنه. و من دیدم تو خیلی جوان و دلپاک و خوبی هستید، گفتم این هدیه رو بدم و این پاداش که 3 روزی سر راه تو هم ثبت میشه و تو رو منحرف میکنه، دعوت به خدای واحد میکنه، ادعا میکنه و خدایان بزرگ ما رو تسبیح میکنه. خواستم که به دام این جادوگر نیفتید که اسمش محمده. وقتی که خوب صحبتاش تموم شد گفت مادر من همون جوان محمدم، من همونم که تو داری صحبتش میکنی. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. تو همونی؟ گفت من همون محمدم. این اخلاق نمیتونه اخلاق زنی باشه. و انک لعلی خلق عظیم. احسان چطور میکنه؟ ما میخوایم تاثیرگذار باشیم. مطلوب ما تاثیرگذاری در جامعه است. قبل از اینکه تاثیرگذار باشیم باید مقبول جامعه باشیم. جامعه تو رو قبول داشته باشه تا هر سنوی داشته باشه. دوم، قبل از اینکه مقبول بشید باید محبوب بشید. چطوری محبوب بشید که بعد مقبول بشید، بعد تاثیرگذار بشید؟ برای محبوبیت خدمت صادقانه ویلیاست. برادران مسئول، کسانی که خداوند توفیق خدمتگزاری به شما داده، کرسی در اختیار شما گذاشته، به اسم مدیر، به اسم مسئول، به اسم فلان، به اسم فلان، به اسم رئیس، کرسی تو رو زمین نزنید، کرسی تو رو تو دل مردمان خدا بزنید، اونجا کرسی بزنید که هیچ موقع زیر پاتون خالی نمیشه. اونجا کرسی بزنید، اونجا برسید. امروز این کرسی مال شماست، فردا مال کسی دیگه است، ولی اگر اونجا زدید یا آقای دانشمنده